فقیر و بقال. مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آن را به یکی از بقالی‌های شهر می فروخت. آن زن کره ها را به صورت دایره‌های 1 کیلویی می ساخت. مرد آن را به یکی از بقالی‌های شهر می فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمی خرم. تو کره را به عنوان 1 کیلو به من می فروختی، در حالی که وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما وزنه ترازو نداریم و 1 کیلو شکر از شما خریدیم و آن 1 کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم. پیام اخلاقی داستان: گاهی آنچه به دیگران می دهیم، معیار آن چیزی است که از آنان دریافت می کنیم.